که در سنین 15 تا 20 سالگی هستند، چون در سن 15 سالگی هورمون‌های بدنشون تغییراتی ایجاد میشه. بعضی از بچه‌ها پوست صورتشون جوش میزنه، چه دختر چه پسر فرقی نداره. میتونن از محصولات طبیعی مثل صابون زردچوبه، صابون آلوورا که ضد التهاب و مرطوب کننده هستن، میتونن از این صابون استفاده بکنن و از کرم مرطوب کننده استفاده بکنن.